زمانش رسید. بالاخره اون روزی که همگی منتظرش بودیم رسید. معرفی آیفون های 17. اسم این برنامه آودراپینگه که قراره توش سری آیفون های 17 و گجت های جانبیش معرفی بشه. نظر من اینه قرار آیفون توی سری های 17 بیشتر روی لیکوید گلاس کار کنه توی لحاظ نرم افزاری. حتی لوگوی این برنامه هم اگه دقت کنید بیشتر شبیه شیشه است و از دو رنگ آبی و نارنجی داخلش بیشتر استفاده شده که نشون دهنده دو تا رنگ آیفون های اصلی یعنی آبی و نارنجی امسال هستن. به نظر من تفاوت اصلی و مهم و اساسی که قراره تو آیفون های 17 اتفاق بیفته بیشتر طراحی ظاهری و پشتیشه. چرا؟ چون از سری آیفون های 11 پرو مکس 11 اینا تا 16 پرو مکس ظاهر پشتشون تقریبا شبیه هم بود. یعنی یکی میگرفت دستش از پشت صحبت میکرد یعنی شما متوجه نمیشدی این 11 پرو مکس اگه این کار نبودی یا 16 پرو مکس. فقط تو سایز دوربیناشون متفاوت بودن. اما توی سری 17 این تفاوت فاحشه. اومدن جزیره دوربینا رو به شدت بزرگتر کردن و بیشتر رفته به سمت طراحی پوکو. یعنی انگار پوکو و آیفون ما هم دیگه فیت دادن این وسط. پس ما قراره شاهد یک تفاوت چشمگیر توی ظاهر باشیم و یه چشم و همچشمی زیادی قراره پیش بیاد که همه ببین معلوم باشه. ببین من آیفون 17 دارم، 17 پرو مکس زده آبی دارم یا نارنجی دارم. قراره این تفاوت ها رو ما ببینیم. پس در نتیجه ما قراره یه چشم و همچشمی بزرگ توی صنعت گوشی ایران و تکنولوژی باشیم که نگاه کن من آیفون 17 پرو مکس نارنجی زده 1 ترابایت دارم. قشنگ طرف اینجوری میکنه بفهمی. آره این قراره اتفاق بیفته متاسفانه یا خوشبختانه. به نظرم وقتش بود اپل بیاد یه تغییری بده. بابا از 11 تا 16 پرو مکس همشون این ظاهر رو داشتن. به نظرم وقت هرچند به نظر من تا حدودی زشت تره اما نیاز بود این تغییر. و سیستم ویپر چمپر کولینگ قراره توی این سری آیفون به روز رسانی بشه. یعنی کمتر قراره ما گوشی تو دستمون داغ کنه. در نتیجه میتونید بازی ها رو روونتر اجرا کنید و اون مشکلات قبلی براتون پیش نمیاد. ما قراره علاوه بر سری های 17 پرو مکس و 17 پرو و 17 نورمال قراره یه سری دیگه داشته باشیم که به جای 17 پلاس اومده 17 ایر که نازکترین آیفون تاریخ خواهد بود. البته تا به الان از سری دیگه محصولاتی که قراره توی این مراسم نشون داده بشه از جمله ایپاد 3، اپل واچ اولترا 3، هومپاد مینی جدید و اپل واچ اس ای نسل 3 رو داشته باشیم. و بالاخره تبریک آقا، تبریک، بالاخره بعد از سالها آیفون این چی بهش میگن تابو رو شکست و قراره صفحه نمایش 120 هرتزی توی سری های نورمال داشته باشیم. یعنی از 11 تا 16 همه صفحه نمایش ها 60 هرتزی بود. سری نورمال ها قراره 120 هرتزی داشته باشیم. اما چه عجبی آقای اپل بالاخره تصمیم گرفته صفحه نمایش رو 120 هرتزی کنه، در صورتی که بقیه برندها گوشی های اقتصادیشون هم داشتن این ویژگی رو توش صفحه نمایشش میذاشتن. چه عجبی آقا. دوربینای سلفی همیشه 12 مگاپیکسلی بودن اما میگن که قراره 24 مگاپیکسلی بشه و این به نظر من خیلی خوبه. قراره کیفیت 2 برابر بشه، در نتیجه میتونید سلفی های با کیفیت تری بگیرید. میگن که قراره سنسور 48 مگاپیکسلی و زوم 10 برابری داشته باشه این گوشی. یعنی از دور میتونید عکسای خیلی خفن و با کیفیتی بگیرید. 17 ایر بود که بهتون گفتم قرار نازکترین آیفون تاریخ باشه. قراره فقط و فقط 5.5 میلیمتر قطرش باشه و یه دوربین 48 مگاپیکسلی داره که به نظر من لحاظ ظاهری خیلی خوشگله. یعنی خیلی خوشگل و خوش دست میتونه باشه این گوشی. و نکته دیگه که باتریش زیر 3000 میلی آمپر ساعته، یعنی خیلی ضعیف‌تر از آیفون های دیگه. تقریبا 1500 این حدودا کمتر از آیفون های دیگه است لحاظ باتری. و یه جورایی قرار رقیب 25 اچ سامسونگ باشه. تو نازک بودن قرار رقابت کنن با هم دیگه. شایعات میگه از لحاظ ظاهری ما یه تغییر بزرگ داریم. قرار داینامیک آیلند کوچیک‌تر بشه، در نتیجه صفحه نمایش بزرگتر، عریض‌تر و پهن‌تر خواهیم داشت و صفحه نمایش بیشتری در دسترس ما خواهد بود. انتظار میره توی سری پرو و پرو مکس از پروموشن ایکس آر استفاده بشه که سطح کنتراست و روشنایی به سطح دیگه ای میبره، یا حتی ممکنه نرخ نوسازی یا همون رفرش ریت رو ما توی صفحه نمایش سریای پرو و پرو مکس توی 144 هرتز داشته باشیم و این میتونه یه انقلاب بزرگ توی اپل باشه که باعث میشه یه صفحه نمایش سریعتر، راحتتر و روونتر رو تجربه کنیم.
اما قلب تپنده هر آیفونی پردازندشه. انتظار میره توی سری های نرمالش و ایر از پردازنده 17 بایونیک استفاده بشه، اما ستاره های اصلی یعنی 17 پرو مکس از چیپ A18 بایونیک پرو استفاده کنن که بر پایه معماری 2 نانومتریه که عملکرد سریعتر و بهتری و ما میتونیم حتی توی گیم زدن و کارهای سنگین داشته باشیم. اما قیمتشون احتمالاً قیمت آیفون 17 پرو توی $1000 باشه و سری 17 پرو مکس توی $1200 عرضه بشه. اما اگه این شایعات درست باشن، اپل قراره دنیای فناوری یه تکون ریزی بعد مدت‌ها بده و ما شاهد همون چشم و همچشمی که بهتون گفتم دوچار حداقل توی ایران دوچار یه چشم و همچشمی بزرگی باشیم توی سری های 17 پرو مکس و 17 پرو، چون اون پشتش فرق داره دیگه، قشنگ معلومه، میتونه طرف نشون بده من 17 دارم، من 17 پرو مکس دارم. برای اخبار بیشتر میتونید چنل منو داشته باشید، لطف میکنید البته. مرسی تا اینجای ویدیو همراه من بودید، ویدیو رو لایک کردید، سابسکرایب میکنید، من دوستتون دارم. بیاید تو کامنت با هم دیگه صحبت کنیم، من اینجام در خدمت شما و برای اخبار تکنولوژی چنل منو داشته باشید. گوشی‌ها رو قراره براتون از این به بعد بررسی کنم و بذارم. راستی یه چیز دیگه، آیفون های 17 کامل معرفی شدن، من براتون ویدیو بررسیشون رو میسازم و در نهایت خدا نگهدار.